اتفاق جالب آرش رضاوند با شیر و موز اومده و پورتویی مدال، یعنی به خاطر اون صحبت آیه آذری جهرومی یه توییت قشنگ بود. آره توییت خیلی بد از نظر من. بابا من میگم توییت حد از آذری جهرومی و آدمایی که به هر حال تو این مملکت صاحب منصب بودن انتظار میره که دیگه توییتاشون در حد رده سنی چه می‌دونم پایین نوجوانان انتظار اشتباهی دارین دیگه به نظرم. نه واقعا منم خیلی خوب شد گفتید توییت های میتونم بگم سخیف سطح پایین خوب نیست دیگه. من میگم اصلا خوب نیست. حالا این الان آرش چی میگن دیس میگن به اصطلاح ها. آره دیس، یعنی واقعا دیس واقعی بود دیگه این کاری که کرده از آرش رضاوند با شیر و موز، یعنی شیرموز در واقع. نمیتونسته چیز شیرموز نمیتونسته مثلا در اینجوری الان این شکل ممکن شیرموز رو آورده با خودش.